و اذن در این وقت لاتخذوک باز میگرفت رای مشرکین خلیلا دوست مخلص دوستش جور میشدی ملای حقانی عالم حقانی ای مردم نقشه ها دارد تو را میکشانه به نام از اینکه مجلسک داریم در ختما شریکت میکنه خب بعد از او وقتی که تو تایید کنی بدعتای از یاره آلی تر دوستش هستی دستی تم بوسه میکنه چپن توفه میاره موتره چی امرای کلی برای دستات میکنه که بگه دیگه خو لیکن فتواره بده فتواره نوروز بگو که صراحتا ده حدیث حرمتیش نامده اونجا که پیغمبر حدیثی که در مدینه گفته که لهما یومان یلعبان چیست کنا لنا یومان یلعبان نلعب فیهما اون نیروز نیست اینی قدر بگو موتره بگو سلف و سویج بگی سلف و سویج ازن لاتخذوک دایی وقت را میگیره خلیلا دوست مخلص جور میشی تنها بگو که جهاد جنگ است جنگ یک جنگ بگو و ایرانی را میاره جهاد خوب نیست امی قدر بگو سلف و سویج موتر بگی سلف و سویج خب قرآن کریم واقعیت ها را بیان میکنه برملا میکنه چی میگه ولولا ان ثبتناک لولا برای چی میگه پیدا شدن یک شی از جهت موجود بودن شی تثبیت الله موجود است از خاطر رکون نامده میلان پیغمبر به دو گپا نامده ولولا ان ثبتناک اگر ما تو را تثبیت نمی کردیم چی مانا تو را معصوم نمی ساختیم محکم نگاه نمی کردیم لقد که تترکنو الیم یقینا تو نزدیک بودی که میلان پیدا کنی الیم به مشرکین شیئا قلیلا یک چیزه که کمه امو طرف تمایل پیدا شد برو پروا نداره بگویی لیکن الله تثبیت کرد قلبت چرا تو معصوم هستی اذا لذقناک ضعف الحیات الله چی میگه پیغمبر اگر تثبیت قلب تو نمیشد قریب بود که تو میلان کمکی میلان طرف یزو بکنی خو الله تو را نگاه کرد چرا معصوم بودی خو الله چی میگه در تو را میگم دیوال تو بشنو پیغمبر جزا را چرا الله میشنوانه پیغمبری خدا این جزا را سرش میشنوانه اذن دری وقت اگر تو میلان میکردی چشاندم تو را دوچند از دگانی و ضعف الممات دوچند از ثم لا تجد لك علینا باز تو پیدا نمی کردی برای خود علینا در مقابل ما نصیرا امداد کننده که تو را از ما خلاص کنه نمیتونستی باز در تو را میگم دیوال تو بشنو پیغمبر نه رکون کرده و نه تو را عذاب دنبالش می آید خب موتو در معرض امتحان موتو قرار گرفتیم پیغمبر الله میگه که یک کمکی میلان هم میکردی دو چندی عذاب زندگانی و مرگ برات میچشاندم موتو که قطع کل خود رفتیم بیخی مزمحل شدیم در بین ازوا آلی چطور کنیم عذاب الله را چشیدیم یا نچشیدیم آخرت باقی مانده از زندگیش چشیدیم عذاب زندگی کدام است عذاب زندگی را چشیدیم نچشیدیم نه اختیاری ناموسی خدا داریم نه اختیاری دین خدا نه اختیاری وطن خدا نه اختیاری حکومت و سیاست خدا داریم نداریم میچشیم امی عذابه چرا ما با کل تسلیم شدیم برای از کلی خدا دادیم او را گفتیم اوهو کم پذیرفتن نه تو میگی تطبیق قصاص نشود نه ما بالکل آماده هستیم صاحب دستش قطع نشود بالکل بسر و چشم دختر اگر همونطور دوید قطعی بچه راضی است دیگه هیچ گپ برش نزن بسر و چشم کل گپایش پذیرفتیم عذاب الله را میچشیم این عذاب است کدام عذاب است یک برادر چرا دشمن برادر دیگه باشه یک برادر چرا دشمن دیگر برادر دیگر خدا قتل کنه چرا این بدبختی آمده یکی دیگه خدا نفی کرده رو ایستیم در یک وطن کوچک بگه ما نمی گنجیم چرا این عذاب است علتش چیست تمایل پیدا کردیم رکون پیدا کردیم به سوی کی نظام نعوذ بالله دموکراسی و این کادو لیستفزونک دیگه گپیش این مردم ها هیچگاه آرام ننشستن نقشه ها طرح کردن پلانا سنجیدن تا که پیغمبر از اینجا بکشه نگذاره که پیغمبر دعوتش اینجا نشد شهادت پیدا بکنه الله متعال میگه پیغمبر علیه السلام یا نقشه ها کشیدن اما کامیاب نشدن
خو لیکن نکشیدن تو برای از یا فایده من بود. چرا که میکشید بازی مردم بعد از کشیدن تو همونطور آرام باقی نمیماندن. الله یارا چی میکرد؟ هلاک میکرد، بالکل به عذاب مبتلا میکرد. همونطور هم شد. هجرت رسول الله سبب تحکیم حکومت شد و باز چی؟ فتح و غلبه بالای مکه شد. و این کادو قریب بودن لاستفزونک، که تو را وادار به کوچ کردن کشیدن کنه من الارض از سرزمین مکه، لیخرجوک که تو را بکشه من از زمین مکه. و اذن دری وقت اگر تو را میکشیدن لا یلبثون درنگ تیر نمیکردن خلافک بعد از برآمدن تو الا قلیلا مگر زمان کم کلش تباه میشد. پیغمبر کشیدن سبب تباهی قوم میشه و همونطور حالت هم میاره. این مردم ها بسیار نقشه طرح کردن خو اول نتانست. از همون خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 سال در مکه باقی ماند، دعوت کرد. در اون مرکزی که سخت مواجه با مشکلات بود، همونجا مده نبوتش زیادتر شد از مده چی؟ نبوتی که در مدینه تیر شد. مدینه 10 سال، در مکه چند سال شد؟ 13 سال. از این معلوم میشه مقاومت در مرکزی که دعوت شروع کرده ای خیلی ضرور است. چرا ضرور است؟ اگر زود از این مرکز تو رانده شوی مردم آوازا میکنه که گپش حق نبود. گپش چی نبود؟ اونجا مقاومت نتانست، از او خاطر دیگه جام پایت چی نمیشه؟ مستحکم نمیشه. بله زمانی که حقانیت دعوت تا مردم بفهمه اوجا مردم خود تقاضا کنه که بیا تا که مدینه منوره. اینطور مردم پیدا نشد که وا تقاضا کرد که یا رسول الله اینجا بیا. الله امر هجرت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نداده بود. وقتی که مخلصین و فداکارا در اونجا پیدا شد الله امر هجرت داد. از اونجا استحکام حکومت اسلامی شد. سنت من قد ارسلنا قبلک، امی مردم را اگر تو را میکشید یا دیگه باقی نمیمادن بعد از رفتن تو. چرا؟ به خاطری که این امی روشی الله میگه روشی ماست. من امرای کسی که قد ارسلنا ما روان کرده بودم قبلک پیش از تو من رسولنا از پیغمبرای خود. ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، تو نمیابی برای امی روش خود امی طریقه که ما استعمال میکنم الله متعال میگه تحویلا برگشت و تغییر پیدا نمی کردی. چرا؟ هر پیغمبر که قومش وادار کرده از منطقه کشیده و قوم مبتلا به عذاب بیخکن شده، او قوم دیگه باقی نمانده یا باقی نمیماند. چرا؟ به خاطر که روش ما می رقم است. اقیم الصلاة لدلوک شمس، پس الله وقتی که تو را اینقدر عزت داده پناه داده مشرکین با سایس خود سری تو کامیاب نشده، شکر نعمت الله متعال بکش. شکر نعمت همینطور نمیشه که در زبان شکر بگویی. آلی کمالی بندگی و اطاعت خدا به الله پیش کو. چی بکو؟ نمازها را ادامه بده، رابطه تا با الله متعال قائم کو. اقیم الصلاة قائم کو، نماز درست استاده کو با خشوع خضوع، پورا کردن تمام سنن شرایط و آدابش. نماز درست قائم کو. لی دلوک شمس لام به معنای وقت است. در وقتی از زوال آفتاب، دلوک میلان میگه وقتی که آفتاب مایل میشه طرف مغرب و سایه پس در زیادت شروع میکنه الی غسق اللیل تا مکمل شدن تاریکی شب. چند نماز آمد؟ پیشین، دیگر، شام خفتن و قرآن الفجر و دیگر چی؟ مداومت بکو بخوان قرآن صبح. در صبح قرآن بخوان. از او خاطر در نماز صبح قرائت طولانی است به نسبت نمازهای دیگر. الله خوب پیغمبر در معراج توفیق که برش داده بود امی نماز بود، اما اوقاتش هم معلوم نکرده بود. آلی الله متعال امر به اوقاتش میکنه که یا رسول الله برای ادامه شکر الله متعال نعمت الله متعال تو برقرار بساز رابطه با امرای الله متعال و در این وقتا نماز شروع بکو. ان قرآن الفجر کان مشهودا، یقینا قرائت در نماز صبح مشهودا حاضر شده است. ملائک برش حاضر میشه، ملائک شب میره و ملائک روز میایه پایین میشه. از همون خاطر است که در حدیث ابی هریره رضی الله عنه میفرمه که نماز جماعت از چی کرده؟ نماز تناگذار کرده 25 درجه ثواب داره و ملائک با هم جمع میشه در دو وقت نماز، یکی در صبح یکی در دیگر. با وصفی که الله علم است که بندگان ما چی میکنه، در کدام حالت ملائک یارا گذاشته آمده، لیکن باز هم از ملائک سوال میکنه
تا سند ثابت شوه. ملائک در دو حالت میگه که یا الله ما که رفتیم در عبادت مصروف بود و ما که آمد امام در عبادت مصروف بود. این افتخار برای بنده هست که به ملائک الله میگه که ببینی بنده مرا که مرکب از شهوت و نفس و گپا کردیم لیکن بازم مکمل تابعدار بندگی ما است. از او خاطر انسان باید نماز قضا نکنه، خصوصا دیگر روز صبح، به خاطر که همین ملائک حالات تا میبره، حالت تو را در حال ببره که یقینا تو در عبادت مصروف باشی. و من اللیل فتهجد به، از بعضی حصه شب تو بیخوابی بیدار باش، بهی به قرآن خواندن، قرآن بخوان، یعنی از خوابید یک کمی خدا نگاه کو. نافلة لک، ای فریضه زاید برای توسته. عسا ایبعثک، امید است که تو را وعده الله متعال است، ایبعثک که تو را برانگیزانه، یعنی بخیزانه، استاده کنه ربک پروردگار تو، مقام محموده، در او طور جایی که ستایشش کرده شده که شفاعت کبراست. تهجد، تهجد از اصل وجود خواب میگه. تهجد یک خاصیت باب تفاعل است که ازاله مصدر است، یعنی خواب دور کردن. پس تهجد او را میگه که تو خواب دور کنی. از او خاطر نماز تهجد امو نماز میگه که خواب دور کردی خیستی نماز میخوانی. و اکثر در آخر حصه شب بوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت این نمازم زیاد بیان کرده که بعد از نمازهای فرض و سنتی که مؤکد است، بزرگترین نماز که ثوابش زیاد است نماز چی است؟ تهجد است. چرا که در اینجا مردم کل خواب است. امتیازی که تو داری عبادت الله را میکنی. یکی الله نزول میکنه در آسمان دنیا، از او خاطری فضیلت زیاد داره. در مورد ازی که همین نماز بالای پیامبر فرض بود یا نه که فرض نبود، علما مفسرین اختلاف داره. یک تعداد میگه همین آیت هم دلیل بالای فرضیتش است. چرا که به خاطرش میگه نافلة لک، این فرضیت زاید برای توست، بالای امت فرض نیست. از او خاطر تهجد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ ترک نمیکرد. اگر کدام وقت قضا شد در روز قضای شمی آورد، لیکن نماز چاشت که برش میگیم 12 رکعت تاق نمیخوان، جفت میخوان 12 رکعت میخوان. اگر در تهجد بود خو 8 رکعت تهجد میخوان، 2 رکعت 3 رکعت وتر میخوان. البته اکثر اوقات، بس اوقات 1 رکعت وتر، بس اوقات 5، بس اوقات 7، بس اوقات 9 رکعت وتر هم خوانده. 3 رکعت وتر به دو کیفیت خوانده شده. مجموعه 3 رکعت، حدیث مرفوع، مجموعه 3 رکعت یک دفعه در بینش نشی، در آخر فقط بشی سلام بگردان. 3 رکعت که 2 رکعت علیحده نیت میشه، قاعده میشه، سلام گردانده میشه، باز 1 رکعت علیحده میخیزی میخوانی. این در حدیث مرفوع آمده. طریقی که فعلا در این دیار ما رواج است که 2 رکعت میخوانه، باز میشینه قاعده با اتحیات میکنه، بعد از اون میخیزه. این در حدیث مرفوع ثابت نیست، در اثر صحابه ثابت است، بدعت برش نمیگیم، اما اولا و بهتر طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم که در حدیث مرفوع نقل شده او را تعقیب کردن ای اولا و بهتر است. از او خاطر پیغمبر علیه السلام از طرف شب چون آخر نماز خود تاق میکرد، وتر نمازی تاق میگه، تاق بکنی. آلی اکثر مردم وتر خط امام میکنه و در حدیث فضیلتش هم آمده که رحمت الله مادام سر انسان است که امرای امام خود بگرده. پس از او که در پس شوی میخیزه، بعضی دوستای ترکه ده که نه نفل نخوانه به خاطر که وتر خلاص کرده، بعد از وتر نفل نمیشه. این گپ غلط است. این موقع و موسم عبادت الله است. هر قدر که توان داری وتر خفتن خودی، بعد از او تهجد خونده میتونی، اما وتر دوباره نمیخوانی. چرا که پیغمبر علیه السلام منع کرده لا وتران فی لیلة، در یک شب 2 وتر نیست. وتر طاقه میگه و این واجب نیست. مردم سوال میکنه وتر واجب، این کی میگه واجب است؟ وتر نفل است. وتر نفل است. چرا؟ پیغمبر علیه السلام در سواری خوانده ایره. اگر این واجب می بود از سواری مرکب خود پایین میشد، لیکن این در مرکب خوانده نماز نفل است. خو آخر نماز طاق ساختن ایره وتر میگه. اگر کسی خفتن وتر کرد، بعد از بالکل میتونه نمازهای تهجد بخونه، اما در آخر پس وتر نمیخونه، اعاده نمیکنه، اما صحیح شده، کافی شده، بالکل درست است. بعضی مفسرین میگه که این حکم منسوخ شده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. با کدام دلیل؟ با اون دلیلی که در حدیث آمده پیغمبر علیه السلام قدر نافل میخوان که پای مبارک آماس میکرد. وقتی سوال شد که چرا از تو الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، پیغمبر علیه السلام در جواب گفت افلا اکون عبدا شکورا، آیا ما بنده شکرگزار نشم؟ نگفته که سر ما فرض است،
بلکه گفته که من بنده شکرگزار جور شوم. باز معنای آیت چطور میکنی که نافلة لک زیادت برای توسته؟ این معنایش بازی طور میشه که نوافل دیگه سبب محو شدن گناه بندگان دیگه میشه. هر کس که نفل میخونه الله گناهش محو. پیغمبر خود گناهش قبلا محو شده. نافلت این معنی که زیادت برای توست به رفع درجات. گناه خود وجود نیست که محو شود، بلکه درجات تو بالا میشه. باز معنای نافلت لکی میشه. خلاصه سخن است که نماز تهجد خیلی زیاد فایده ها داره، خیلی زیاد ثوابا داره. الله آدم نصیب بکنه و خصوصا آدم عادت شود برش. عسى یبعثک، امید است که تو را استاده کنه ربک پروردگار تو مقام محمودا، در جایی که ستوده شده او جای. پیغمبر علیه السلام الله جاهای ستوده شده زیاد داده، خو یک جای خیلی شهرت داره که را شفاعت کبرا می نامه. زمانی که کل مخلوقات بمره و بعد از او قریب به حساب کتاب شوه، در اون میدانی که الله مخلوق جمع کرده سخت گرمی آفتاب پایین میشه، مردم سخت تنگ میاره به خاطر از اینکه زود محاسبه صورت بگیره. از او خاطر در پیش انبیاء علیهم السلام می روند. آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، هر کدام برای خود یک عذر پیش میکنه و خود لایق شفاعت این مقام نمی بینه. آخری به پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا. پیغمبر علیه السلام مامور میشه، اجازه میشه که در زیر عرش بره اونجا سجده بکنه، او کلمات تسبیح را بخونه که تا آلی را برش تعلیم داده نشده بود. بعد از او الله چیسته ای عاجزی میکنه، دعا میکنه، الله دعایش قبول میکنه که حساب و کتاب شروع میشه. این شفاعتی است که حتی شامل انبیاء علیهم السلام هم میشه. این نمیره مقام محمود گفته میتانیم. الله متعال پیغمبر امتیاز خصوصی داده. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. تعلیم میده الله متعال ای پیغمبر از هر جایی که میبرای در کدام جایی که داخل میشی دعا باید بکنی که یا الله مرا داخل کن مدخل صدق. مدخل مصدری میمیم شده میتونه داخل شدن، لیکن ظرف هم است جای داخل شدن. هر دو معنا درست است. یا الله مرا به داخل شدن درست، داخل شدن پسندیده و راست داخل کو، یا در جای داخل شدن راست و پسندیده مرا داخل کو. و اخرجنی مرا بکش مخرجه به برآمدنی راست یا در جای برآمدنی راست. صدقن که واقعیت داشته باشه، حقیقت داشته باشه، اونجا کار گرفته شوه، از اونجا مرا بکش. و جعل من لدنک بگردان برای ما از طرف خود، از جانب خود، سلطان النصیرا، حجت و غلبه که خیلی کمک کنم برای ما، یعنی که چیستا امداد ما شوقت از او غلبه یا توسط او حجت و دلیل. در اینجا به پیغمبر علیه السلام الله تعلیم میده اجازه هجرت است که طرف مدینه منوره میره، دعا را تعلیم میده. الله از جایی که میبرایم او صدق باشه، راست باشه. راستی ای را میگه که از هر مرحله که قرار داری خدمت دین کرده بتانی، مهمل نشوی، بیفایده نشوی، عبث نشوی. از او خاطر در جایی که داخل میشی او هم صدق باشه. جای صدق او را میگه که انسان توفیق خدمت برش میسر میشه. این جای صدق است. هر مومن در هر موقعی که میره این دعا را بخونه. این دعا را در یک جای میروی، در تجارت میری، همونطور میری، پرسان میری، خدا کنه که قریه نزدیک باشه دور باشه، این دعا را خوانده برو. از خانه میای مثلا در دکان این را بخوان، اللهم اخرجنی مخرج صدق و ادخلنی مدخل صدق، ادخلنی مدخل صدق اول بگو. چرا که اینجا جای دخول صدق شوه، راستی دیش باشه، بدعت دیش نباشه، حقیقت باشه، کلش شامل شوه.